مردم شریف ناحیه رودکی از اقدام پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بهر اعلان نمودن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اظهار خوشنودی نموده چنین ابراز می‌دارند که ما می‌کوشیم در این سال با ترغیب هنرهای مردمی به باوری رهبریت عالی کشور سزاوار باشیم. باغ فرهنگی و فراغتی قمیشزاری ناحیه رودکی قباه ادانه به بر نموده. صدای دف و دایره، سرودخوانی جوانان و نورسان، نوازش گوشنواز دوتار خوانندگان مکتب موسیقی ناحیه مردم را به بزمگاه دعوت میکرد. امروز هنرمندانی که در جماعت شهرک سامانیان ناحیه رودکی کار و زندگی میکنند با یک نیروی سازنده و قلبی پر از محبت به هم آمده هنرهای دستی خود را به نمایش گذاشته بودند.
کلاهگری، زرگری، گلدوزی و کشیده‌دوزی یکی از هنرهایی بودند که از جانب هنرمندان جماعت شهرکی سامانیان ناحیه رودکی به معرض تماشا گذاشته شده بود. گلدوزی نوعی صنعت آرایشی خلقی بوده، معنای آن دوختن نقش گل برای متا می باشد. گلدوزی یکی از قدیمترین نوع صنعت خلقی بوده، با سوزن و چنگکچه‌های مخصوص گلدوزی در روی متاهای گوناگون با رسمان‌های پختگی، پشمی، ابریشمی و نخ‌های ظریف و نقرگی، اینچنین با سنگ‌های قیمت‌بها، شده میده، مهره‌های ریزه، پلکچه‌های رخشان، تنگه‌ها، مرجان و مرواریدها دستی اجرا کرده می‌شوند که این عنعنه نظمیان زنان چیره‌دستی ناحیه رودکی پابرجاست. گلدوزی اصلا شغل خانگی بوده برای آرایش سر و لباس، استقامتگاه، جهاز خانه، اشیای شخصی، دستمال، جزدان استفاده برده می شود. در سرزمین تاجیکان گلدوزی اساساً هنری دستی بانوان است که از گذشتگانمان به ما میراث مانده است. قراقدوزی هنری سرمحصولترین بانوان جماعتی شهرکی سامانیان ناحیه رودکی بوده، همگان به دوختن آن شوق بی اندازه دارند. صنعت قراقدوزی این تولید مصنوعات مختلف خانگی با طریق دوختن پارچه ها یا ریزگی های متا می باشد. زمان این طرز دوختن متا در بین خلق های مختلف دنیا رواج یافته بود. در زمان معاصر باشد این پیشه را به سطح بالای هنری رسانیدند. در آسیای مرکزی قراقدوزی آیینی سنت‌های خاص خود را داشته از دوره‌های قدیم تا زمان ما آمده رسیده است.
در ناحیه رودکی هنرمندان چیره‌دست خیلی زیادند و محصول دست آنها در تمام جشن‌ها و معرکه‌ها دیده می‌شود. جهاز عروسی، رویجای بالیشت و کرپه و تمام آرایشات خانه عروس هم محصول هنرهای دستی میباشند و این به حکم عنعنه در آمده است. هنر گنج است و هنرمند آن است که این گنج را به دستان سیرآفرینش جلوی دیگر می بخشد. به این جوان هنرمند نگرید. دل و دیده به هنری والای خود داده است. دلیر یکی از جوانان صاحب هنری ناحیه رودکی بوده، از خردسالی به این کسب دلبستگی زیاد داشته، اکنون در این جاده خیلی ماهر و چیره دست گشته است. او را هنگام کار در سر دستگاه جوازکشیش دریافتیم. با یک مرد 40 هنر کم است. دلیر هم هنرمندی آوازخوان است و هم شغل دیگرش این دستگاه می باشد. این زمان دلیر از دانه صغیر روغن می کشد. باید قید کنیم که صغیر یکی از بهترین محصولات کشاورزی بوده، خصوصیت خوبی معالجوی نیز دارد. همچنین روغن از آن جدا شده در طعام خیلی خوشمزه بوده. مردم از آن فراوان استفاده می کنند. کسبی که امروز من انتخاب کردم این از بابام میراث به پدرم اومده و از پدرم به من باقی مانده است. سالهایی که من خردسال بودم، بابای من که خود جوازکش بود، من بسیار ذوق داشتم وقتی که جواز کشیدن میگرفتم، روغن که پیدا میشد
ما با همراهی همسالامون خردسال بودیم، با همراهی یار و برادرامون آمده با بیامون که در اون وقت در نان رو در روغن تر کرده با ما میداد. من بسیار ذوقمند میشدم. از همون سالها در دل من جوزکشی ذوقمون تازه میراث بابایی بابگی در من تازه هست. هنر ایجادکاری هم هنر است. با وجود که من جوزکش هنر جوزکشی دارم، با هنر سرایندگی هم دارم که وقتی که من جوز رو میکشم دوباره ذوق الهام میبیاد و زمزمه‌های سرودی که من زمزمه میکنم برای مردم دوباره اون الهام آمده در همین روی همین کارم دوباره ایجادیات خود رو سایقل داده پیش بردن میکنم. این سال هنرهای مردمی که هست ما هم شکرانه میکنیم که دستگیری میکنن این هنر خود رو ما بهر مردم خود پیشکش میکنیم. این هم یک فخری هر یک هنرمند میباشد. فریاد زنم نمیرسد آوازم، معنی بخرم تو را بنای بنوازم. نه آوازی نرسد نه فریادم، نیم شکند خسته شود آوازم. آنیم شکند خسته شود آوازم. جانان بهار شد از تو کی می آیی، وقتی گلی خار شد از تو کی می آیی. تو وعده به برفای زمستان دادی، برفا همه آب شد از تو کی می آیی. ای برفا همه آب شد از تو کی می آیی. خوراک‌های ملی، نان و کلچه‌قندهای زیبا به جشن نمای دیگر بخشیده بودند.
امروز ساکنان جماعت شهرکی سامونیان ناحیه رودکی شکرانه اعزام می‌کنند که توسط استقلالیت ملی و احیا گردیدن هنرهای ملی آنها هنرهای دستی خود را ترغیب نموده در رشد این گنجینه‌ها سهم خود را می‌گذارند. مهنتکشان ناحیه رودکی با یک نیروی سازنده و حسی بلندی وطنداری تمام جشنها را با نمایش رسم و آیین‌های قدیمه ملی تجلیل می‌کنند و در رشد و نموی سرزمین بهشت آسایمان تاجیکستان عزیز سهم ارزشمند می‌گذارند.